الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، أهل التوحید، بارك الله فيكم وحياكم الله بياكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 21 از آموزش ارکان ایمان است و ما تا به حال در شرح و توضیح و بیان رکن اولی این ارکان ایمان هستیم. از ارکان ششگانه اولین رکنش را تا امروز شرح دادیم. اولین رکن گفتیم آمنت بالله. آمنت بالله، آمنت ای اقررت، اقرار کردم، تصدیق نمودم که الله وجود دارد، یکتا و یگانه در ربوبیت، در خالقیتش و در رب، در مدیریت و در حکمش، یکتا و تنها در الوهیت که تنها خودش عبادت می شود و به جز او دیگر همه الههایی که عبادت میشن باطل هستند و کفر می‌ورزیم، و یکتا در اسما و صفاتش است و یکتا در حکمش است. و ما امروز در موضوع عظمت الله صحبت میکنیم. البته ما درباره عظمت الله در این موضوع در حلقه گذشته صحبت کردیم، عظمت الله، لیکن این موضوع ما هم دلالت باز بیان عظمت الله میکرد. لیکن نام موضوع چی است؟ قبضه الله. یکی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی قبضه الله است که انا همین زمین های 7 طبقه که هفت طبق زمین است یا 7 زمین است و آسمان های 7 طبقه و همه چیزهایی که در بین زمین و آسمان است، همه این را الله سبحانه و تعالی به قبضه اش میگیرد و مغجم میکند، پخش میکند. این دلالت به عظمتی الله، بزرگی الله میکند سبحانه و تعالی. شیخ الاسلام در کتاب اصول الایمان رحمه الله گفتن قبض الله سبحانه و تعالی الارض و طی السماء. الله سبحانه و تعالی زمین را به دستش میگیرد، زمین و آسمان را به دستش میگیرد و پخش میکند، پخش میکند. و این همه دلالت به چی میکند؟ دلالت به عظمت الله سبحانه و تعالی. پس بارک الله فیکم، انا همین است که ما باید وقتی که آمنت بالله میگیم به این بزرگی الله، به این فعل الله ایمان باید بیاریم. ایمان بیاریم که بله ما ایمان آوردیم. قبض الله سبحانه و تعالی الارض و طی السماء. طی یعنی پخش کردن، پخش کردن، بعضش رو به بعضش قسطه کردن. انا همین رو طی میگن. بارك الله فيكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. رواه البخاري. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند که الله یقبض الله الارض، الله زمین رو به دستش میگیرد، و یطوی السماء بیمینه، و آسمان رو به دست دیگرش، به دست یمینش، راستش میگیرد و پخش میکند. و بعد از این میگوید انا الملک، انا الملک، من پادشاه هستم. کجا هستند دیگر پادشاه های زمین؟ دیگر هیچ پادشاهی نیست. این همه پادشاه هایی که امروز
غرور میکنند به حکم الله و رسول حکم نمیکنند، اینها هیچ چیزی نیستند، اینها بنده هستند و اینها همه به فرمان الله سبحانه و تعالی وفات میکنند. در اینجا یقبض، قبض کردن رو یکی از فعلهای الله سبحانه و تعالی به ما بیان میکنه. و این در حدیث دیگر آمده است که عن ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الله سبحانه و تعالی البته در روز قیامت زمین را قبض میکنه به یک دستش و آسمان های هفتگانه را به دست راستش بیمینه، و بعد از این میگوید انا الملک، من ملک هستم. این دو حدیثی که ما به شما گفتیم حدیثی صحیح است. حدیث اولی که گفتیم از ابو هریره رضی الله عنه امام بخاری و مسلم روایت کردند. امام بخاری در 3 جای کتابشون، خیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم، و امام مسلم در 1 جای کتابشون. حدیث متفق علیه است. و حدیث دوم باز امام بخاری روایت میکنند، روایت کردند با رقم 7412. این هر دوی حدیث سه است. اولینش متفق علیه و دومیش روایت مفردات بخاری است و این 100% ثابت میکند که الله سبحانه و تعالی دست دارد، کف دارد، قبضه دارد، انگشت دارد و در روز قیامت زمین و آسمان ها را به دستش میگیرد و پخش میکند. این به تو چی را میفهماند برادرم و خواهر موحدم؟ بزرگی و عظمت الله را میفهماند. این جهلا اشاعره و ماتریدی و جهمی های زمانه که میگویند الله به ذاتش در درون زمین است، میگویند این جهلا بزرگی الله نفهمیدند. چقدر بزرگ بودن الله نفهمیدند. الله قدر بزرگ است که این زمین هفتگانه و آسمان هفتگانه و همه چیزی که در بینش آسمان های هفتگانه، البته در بین آسمان ها جنت است، جنت رو به قبضش نمیگیرد، بله البته، اما دنیا رو در نظر داریم، دنیا رو که بین زمین و آسمان دنیا است و دیگر آسمان ها رو پخش میکند، در حالتی که در نزد الله این یک چیزی نیست، کوچکترین چیز است. الله اینقدر بزرگ است، الله اینقدر بزرگ است. و معلوم است که علما میگند آسمان دنیا میده ترین آسمان است، آسمان دوم باز وسیع‌تر است، آسمان سوم باز وسیع‌تر است، آسمان چهارم، پنجم، ششم از دیگرش با وسیع‌تری کلانتر است. ببینید الله چقدر بزرگ است سبحانه و تعالی. از این آسمان تا آسمان دیگر، از آسمان دنیا تا آسمان دوم، از آسمان یکم تا آسمان دوم 500 سالینه راه است. از آسمان دوم تا سوم 500 سالینه راه است. یعنی بین هر یک آسمان حیات است. زمین هم خیلی هم بزرگ است. انکنون این زمین هفتگانه را جمع بکن با تمام درخت ها و انسان ها و با تمام کوهش و بحرش و اقیانوسش، تمام آسمان ها را جمع بکن با تمام چیزهایش و این زمین و آسمان های هفتگانه را ببر به بالای کرسی پرتو، به بالای کرسی گذار. چقدر می شود؟ به مانند یک تنگه 5 روبله که 5 کپیکه که به صحرا می پرتویی، به صحرای وسیع و تنگه 5 کپیکه رو بگیر به زمین پرتو، چی است؟ هیچ چیزی نیست. تنگه 5 کپیکه در بالای زمینی که ما زندگی میکنیم یک چیزی ناچیز است، کپیک، میده، یک نقطه. این زمین هفتگانه و آسمان هفتگانه رو جمع کردی و بردی و بالای کرسی گذاشتی به مانند گذاشتن یک تنگه 5 کپیکه به بالای زمین است. این زمین و آسمان ها یک میده چیز در بالای کرسی است. کرسی در نزد عرش خیلی کوچک است، زیرا که کرسی وسع کرسیه السماوات والارض، وسعگی کرسی از آسمان ها و زمین خیلی هم وسیع بزرگ است. این موضع قدم الله است. الله قدمشه، پاشه به بالای کرسی میگذارد. عرش باز بزرگتر و کلانتر از کرسی است. عرش خیلی هم بزرگ است. عرش سقف جنت الفردوس است. پس
الله بزرگتر از عرش است، بزرگتر از دیگه همه مخلوقاتش است و این زمین با همه طبقه های نمودهایش و این آسمان ها با این همه بزرگیش در دست الله است. الله پخش میکند. یک کاغذی رو بگیر به دستت و پخش بکن. انا همچنین این همه کائنات فلک در نزد الله کوچک است. الله در درون زمین نیست. الله بزرگتر از این است. این زمین در نزد الله به مانند یک میده ترین چیز است. الله در بالای آسمان است. زمین ما هست، در بالای زمین ما آسمان. آسمان یکم را ما میبینیم. در بالای این آسمان 6 آسمان دیگر است. آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. در بین آسمان ها حیات است، جنت است. در این زمین ما هستیم. در بین آسمان یک و دو جنت یکم، جنت دوم، جنت سوم، هفتم. بعد از این کرسی است، موضع قدم الله. بعد از این آب است و بعد از این عرش است و بعد از این الله است سبحانه و تعالی. الله را هیچ چیزی احاطه نکرده است. الله بیرون از مخلوقاتش است. الله حاجت به مخلوقات ندارد. الله الصمد، الله بی نیاز است. الله در درون مکان هم نیست، حاجت به مکان هم ندارد و اما الله را دیده می شود. الله در روز قیامت می آید و این نیازمند بودن الله به مکان را نشان نمی دهد و این بزرگی الله است. و انا این است که ما باید ایمان بیاوریم و بگوییم که آمنتو بالله، آمنتو بالله. و بعد از این حدیث دیگر آمده است که در اینجا از روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر، الله أكبر. روایت شد از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که به درستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از روزها در بالای منبر این آیت را قرائت کردند. گفتند و ما قدر الله حق قدره، معناش و ما عظم الله حق عظمته، الله بزرگ نشماریدند چگونه که باید بزرگ میشماریدند. در روایت از صحابه روایت است که گفتند و ما خاف الله حق مخافته، از الله نترسیدند چگونه که باید میترسیدند. الله بزرگ نشماریدند چگونه که الله بزرگ میشماریدند. وظیفه من و شما بندگان مخلوقینه که الله رب العالمین من و شما را خلق کرده است باید الله بزرگ شماریم. بزرگ شماریدن الله با توحید است، با توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات الله بزرگ میشمارید. کسی که توحید ندارد الله بزرگیش اقرار نکرده است، کفر ورزیده است به بزرگی الله و همین کفر یکی از کفر است. قدردانی نکردن، نترسیدن، حق ترس به جان آوردن، عظمت الله به ایمان آوردن. تو باید به عظمت الله ایمان بیاوری. چگونه عظمت؟ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. الله در قرآن خبر داده است. ما حالا حدیث رو گفتیم، من کن آیت نظر کن. الله در قرآن میگه که والارض جميعا قبضته، همه زمین در قبضه الله است در روز قیامت و آسمان ها مطویات پخش شده مغجیم شده است بیمینی، در دست یمین الله. ما میگیم عقیده ما این است که کلتا یدیه یمین، هر دوی دست الله یمین است، خیلی که پیامبر گفتند. ولی ما از سلف به شما بیان کردیم که سلف روایت ها از پیامبر است که شما یمین شمال اثبات هم کردند و این علمای سلف این چنینشون هم زیاد هستند، بو کم ندارند. لیکن کلتا یدیه یمین این راجح است. سبحانه و تعالی عما یشرکون. سبحانه، پاک است الله از این نصرانی ها طعنه که به الله میکنند و عیسی را پسر الله میگند. الله پاک است از فرزند. الله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. الله زاییده نشد و کسی را ندارد، فرزند ندارد، نزاییده است.
ولم يكن له كفوا احد. کفوا احد، کفوا احد، هر دوشم درست است قرائت. هیچ کسی برابری الله شده نمیتواند. الله پاک است از این اعتقاد باطل حزبی ها که حکم الله به یک طرف گذاشتند و میگن که به حکم دموکراتی میریم. و الله پاک است از عقیده عازری مشرکین که مشرک مسلمان میگن. الله پاک است از این قبر پرستایی که طعنه هایی که به الله میزنن. الله پاک است، با درجه بلند است، بزرگ است از همه آن شرکایی که مشرکین انجام میدن. پس ببینید که الله سبحانه و تعالی این مسئله رو بیان کرد. این مسئله رو بیان کرد. بارک الله فیکم. بعد از این بارک الله فیکم ببینید رسول الله چگونه معامله کردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول هكذا بیده و یحرکها یقبل بها و یدبر یمجد الرب نفسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد برای فهمانیدن این چنین به صحابگان فهموندند. پیامبر گفتند که یقول هكذا، هكذا یعنی انا همچنین گفتند. دستشون رو محکم کردند و به پیش و به پشت جنبانیدند. دستشون رو محکم کردند، در روایت دستشون رو به پیش و به پشت جنبانیدند و گفتند که انا همچنین الله زمین و آسمان ها رو به دستش میگیرد، پخش میکند و میجنباند. پیامبر دستشون رو به صحابگان نشان دادند. یحرکها، حرکت کنندند دستشون. یقبل بها و یدبر، پیش ببردند و پشت ببردند. یعنی به همین فهمانیدند که زمین و آسمان در درون دست الله می شود، الله پیش و پشت ببرده می جنباند و الله خودش مجد میکند. یمجد، خودش بزرگیش خودش بیان میکند و میگوید انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا العزیز، انا الكریم. من جبار هستم، من متکبر هستم، من ملک پادشاه هستم، من عزیز هستم، من کریم هستم. فرجف برسول الله صلی الله علیه و سلم المنبر حتی قلنا لا یخرن به. این قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن سخت گفتند، با حرکت های سخت و بلند گفتند که حتی منبری رسول الله صلی الله علیه و سلم لرزید و ما فکر کردیم و می گفتیم که منبری رسول الله با رسول الله می غلطد، پیامبر منبرش رو می غلطد. پیامبر این سخنها را با جد و جهد می گفتند، زیرا که این عظمت الله است، رب العالمین است. و این روایت را امام احمد در مسندشون مجله دوم صفحه 72 و نسائی در سنن الکبری مجله چهارم صفحه 402 و ابن ابی حاتم در تفسیرش مجله دهم صفحه 3255 و ابن ابی عاصم در سنه مجله یکم صفحه 240 و ابن خزیمه در کتاب توحیدشون مجله یکم صفحه 172 روایت کردند رحمهم الله رحمتا واسعه. و این صحیح است. پس این روایت دلالت به چی میکند؟ دلالت آشکار و واضح به ان همین صفت میکند و همین فعل الله سبحانه و تعالی میکند. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. امام مسلم روایت میکند در صحیح مسلم که از عبید الله ابن مقسم که او نظر کرد به سوی عبدالله ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، و بیان کرد که چگونه حکایت میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت، یعنی عبدالله ابن عمر گفت یأخذ الله، که یعنی یحکی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيده فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها. یعنی پیامبر حالتشونه چگونه حکایت، یعنی عبدالله ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی چگونه نقل کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گفتند که رسول الله چگونه سخن کردند و چگونه نقل کردند و چگونه حرکت کردند. پیامبر گفتند که یأخذ الله سماواته و ارضیه بیده فیقول، الله سبحانه و تعالی آسمانهایش رو و زمینهایش رو به دستش میگیرد و میگوید
انا الله، من الله هستم. و یقبض اصابعه و یبسطها، یعنی یقبض اصابعه و یبسطها معناش این است که پنجه کشوده رو محکم کنید، مشت کنید، انامین انگشت ها رو قپیدن و گشته بکشودن است. یعنی پنجه کف دستتون باز است، یک بار مشت میکنید، انامین انگشت ها رو گرفتن میگن، گشته باز کشوید، وسیع کردن. یعنی الله زمین ها رو خیلی چله که به پنجه به درون کف دستتون یگون چیزی رو گرفتن خیلی زیر میکنید، پخش میکنید، انامین خیلی زمین و آسمان پخش میکند و میکشه و میگه که من پادشاه هستم. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه که من نظر کردم به منبر رسول الله که منبر رسول الله در وقت همین سخن پیامبر میلرزید، سخت حرکت میکرد، یتحرک، حرکت میکرد از پایینش، از پستش، از همین پایینی منبر لرزه و حرکت به وجود آمد. حتی اینکه من میگفتم که آیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم میغلطد این منبر، یعنی این منبر همراه رسول الله میغلطد. سبحان الله. این روایت صحیح است. امام مسلم رحمه الله رحمتا واسعه و رقم 2788 در صحیح مسلم روایت کرده. پس انا این است ایمانی که ما به الله داریم، این است ایمانی که ما به الله داریم. بارک الله فیکم. از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که بارک الله فیکم، یک یهودی که از علمای اونها بود جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا محمد فناداه باسمه مجردا دون نبي أو رسول ثم قال إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والخلائق على إصبع فيحكم قبضته على كل شيء ويتصرف فيها كيف يشاء ثم يقول الله عز وجل أنا الملك أي المتفرد بالملك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودي ضحك حتى ظهرت أنيابه من الضحك تصديقا وتعجبا لقول اليهودي من حيث إن اليهود يعرفون لله قدره. يعني حدیث صحیح است، در بعضی روایت‌های صحیح اومده است و بارک الله فیکم که اصلش در صحیح هم هست. میگن یک یهودی که از علمای یهودی بود به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و پیامبر رو به نامشون خطاب کرد، نه به نبی نگفت، فقط یا محمد گفت. یهودی‌ها حسد دارند، این ملعونین خوب اسو میدونستند که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است. یعرفونه کما یعرفون ابنائهم و ان لفریق منهم لیکتمون الحق وهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. پیامبر رو میدونستند که پیامبر است، چگونه که فرزندانشون رو میشناختند، لیکن پنهان میکردن حق رو. اومدند گفتند که محمد دین ما همین دین است که یعنی یهودا به این چیز اعتقاد داشتند، زیرا که اصل دین یهود هم آسمانی است و چیزهای حق هم در اینجا باقی مانده است و چیزهای باطل هم به اونجا داخل شده است، بالاخره منسوخ است. لیکن یهود آمد و گفت که الله سبحانه و تعالی آسمان ها رو به یک انگشتش، زمین ها رو به یک انگشتش، کوه ها رو به یک انگشتش، درخت ها رو به یک انگشتش، آب رو به یک انگشتش، این خلائق رو، همه مخلوقات رو به یک انگشتش میگیرد. فیحکم قبضته، میپوشد قبضش رو، یعنی محکم میکند. على كل ذلك وتصرف فيها كيف يشاء، چگونه که خود تصرف میکرد. و بعد از این میگه که من ملک هستم، یعنی من یکتا خودم پادشاهی ملک هستم. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن یهودی را شنیدند خنده کردند، اقرار، این را سنت تقریری میگن، اقرار کردند. اگر بارک الله فیکم این سخن باطل می بود پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز اقرار نمیکرد. پس ما این حدیث های خیلی یکچند صحیح رو که از متفق علیه است، بخاری است، مسلم است گفتیم، آیت رو گفتیم. اکنون بارک الله فیکم سوره زمر آیت 67 باید فهمیده شود. سوره زمر آیت 67 باید فهمیده شود. این آیتی که ما به شما خوندیم سوره زمر آیت 67 است. و ما قدر الله حق قدری، معناش چی است؟ معناش این است که بزرگی الله نفهمیدن.
بزرگی الله رو چگونه میفهمیم؟ باید ایمان به الله بیاریم. ایمان به الله بیاریم که این رب است. ایمان به الله بیاریم که اله است. ایمان به اسما و صفات الله بیاریم. ایمان بیاوریم به توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. حق توحید به جا بیاریم. کفر به طاغوت ورزیم. انمین است عظمت الله فهمیدن و عظمت الله به جا آوردن. انسان ها زیاد هستند که الحمدلله من مسلمانم، لا اله الا الله گفتم، ریشه موندند، حجاب بستند، اما توحید نمیدانند، کفر به طاغوت ندارند، ایمان ندارند، براءت ندارند از کفار مشرکین، از طاغوت ها، و این چنین موالات بر مسلمین ندارند، نمیآموزند، نمیفهمند. اینها قدر الله نفهمیدند، عظمت الله نفهمیدند، بزرگی الله نفهمیدند. و ما قدر الله حق قدری برای همین است که و ما قدر الله حق قدری، قدر الله چگونه که باید حتما باید میدونستن ندونستن. و ما عظم الله حق عظمتی، الله بزرگ نشماریدند و حق بزرگی الله به جان آوردند. کیها هستند؟ همون کسانی که پروا برای دین ندارند، همون کسانی که الله نمیشناسند، همون کسانی که تحریف در اسماء الله کردند، همون کسانی که بی اعتباری در اسما و صفات کردند، همون کسانی که عازری هستند، همون کسانی که حزبی هستند، همون کسانی که خبثای اهل بدعت هستند، همون کسانی که امرای مشرکین هستند و طاغوت پرست هستند، لشکران طاغوت هستند. اینها و ما قدر الله حق قدری، عظمت الله نشناختند، الله به بزرگی یاد نکردند و بزرگی الله به جان آوردند. الله المستعان، الله المستعان. پس و ما قدر الله حق قدری، در یک چند جای آیت، در یک چند جای قرآن تکرار شده است. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. یعنی و ما قدر الله حق قدره و ما عظم الله حق عظمته، الله بزرگ نشماریدند و حق عظمتش را به جان آوردند وقتی که گفتند که الله به بنده‌اش هیچ چیزی نازل نکرده است. یعنی هر کسی که کفر کرد، شرک کرد، هر کسی که انحراف کرد و مخالفت به شریعت الله برآمد، الله بزرگ نشمارید. چگونه که باید بزرگ میشمارید، بزرگ نشمارید. قدر الله به جان آورد. از الله چگونه که باید میترسید، نترسید. این در سوره انعام هم آیه 91 است. در سوره زمر 67 است که من شما خواندیم. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. حق الله به جا بیاورید. عظمت الله، الله بزرگ شمارید. عظم الله یعنی الله بزرگ شمارید. الله بزرگ شماریدن فقط الحمدلله الله بزرگ است گفتن نه. دین الله تعلیم بگیر، کفر بر طاغوت ورز، اثبات کن الا الله را، ایمان به الله را، اسما و صفات را آموز، اثبات بکن چگونه که مذهب اهل سنت اثبات میکند. از کفر و شرک و خرافات و بدعت دور باش، از اهل بدعت دور باش. انمین است بزرگ شماریدن الله، انمین است تعظیم الله سبحانه و تعالی. برای همه اهل بدعت رو ما بالجمله میگیم که اینها الله را بزرگ نمیشمارند. اشعری، ماتریدی، این جهلا، این خوبسا، این کسانی که صفتهای الله بالکل انکار کردند، در بالا بودن الله انکار کردند، صفت کلام الله انکار کردند، دست الله، پای الله، چشم الله، و بعد از این سبحان الله همه صفت الله انکار کردن به جز 7 صفت. 7 صفت اقرار کردن، صدها صفت، بگم 100 زیاد صفت دیگر انکار کردن. 7 صفت له الكلام والحیات والبصر والعلم والاراده والسمع والقدر. لیکن کلام در اینجا کلام دارد لیکن کلامش نفسی گفتند. اینم 6 صفت اثبات کردند. وجود الله زیر سوال بردند. آیا این جماعت و این مذهبی شیطانی، مذهبی شیطان ساخته اشاعره و ماتریدی الله آیا بزرگ شماریدند یا برعکس در حق الله بی‌ادبی کردند، قدر الله به جان آوردند، عظمت الله نشناختند، الله بزرگ نشماریدند و کفر ورزیدند؟ بله، اینها الله بزرگیش نشماریدند و کفر ورزیدند. از الله چگونه که باید ترسند نترسیدند، کفر ورزیدند. الله المستعان.
و نظر بکن به حزبی ها. حزبی ها خواه اخوان باشد، خواه حزب نهضت تاجیک باشد و دیگر حزب هایی که خودش مسلمان میگن. نظر بکن که اینها آیا عظم الله، آیا الله بزرگ شماریدن؟ و ما قدر الله حق قدری. والله نشهد انهم ما قدر الله حق قدری. قسم به الله ما شهادت میدیم که این حزبی های خوبسا ما عظم الله، الله بزرگ نشماریدن چگونه ای که باید بزرگ شماریده شود. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی را در بزرگی الله اصلا اعتقاد ندارند، باوری هم ندارند، پروا به بزرگی الله ندارند. اینها فقط به مذهب خود، به کرسی خود، به دنیای خود مشغول هستند. اگر الله را بزرگ میشماریدند حکم به حکم الله رسول حکم کردن را میخواستند. اگر الله را بزرگ میشماریدند به دشمنان الله دشمنی میکردند. اگر الله را بزرگ میشماریدند میگفتند که منهج حیات ما قرآن است و سنت است. اگر الله را بزرگ میشماریدند دشمنی اهل توحید، دشمنی لا اله الا الله، دشمنی قرآن و سنت نمیشدند. نه کفر به طاغوت دارند، نه الولا و البرا دارند. الولا و البرا برعکس شده است، براءت به موحدین، موالات به کفار مشرکین. حکم الله و رسول این کار میکرد. تمام شرکات جواز میگن. اهل سنت در جماعتی تروریستی میگن. آیا اینها الله بزرگ شماریدن حزبی ها؟ نه والله، اینها کفار و مشرکین است. والله کفار و مشرکین است. کسی که در دیده و دانسته در پهلو اینها است، اینا کفار و مشرکین است. اینا الله به احترامی میکنن. شب و روز الله دشنام میدن. شرک و کفر کردن دشنام دادن الله است. خیلی که در روایت امام بخاری آمده است. سبحان الله، سبحان الله. نظر بکن اکنون به عازری ها. آیا عازری ها و ما قدر الله حق قدره، آیا آنها الله بزرگ شماریدن چگونه ای که باید بزرگ شمارند، یا که الله را بزرگ نشماریدن؟ ما شهادت میدیم که ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق عظمتی. الله حق بزرگیش به جان آورد. الله حق بزرگیش بزرگ نشمارید. برای چی؟ الله در قرآن عظیم و شان در ده ها جا بیان کرد که کسی که شرک اکبر کفر اکبر میکند این مسلمان نیست. کسی که شرک اکبر کفر اکبر میکند من از او براءت را اعلان کردم. براءت من الله و رسولی گفت. الله براءت خودش را و براءت رسولش را اعلان کرد از مشرکین و گفت هر کسی که شرک و کفر اکبر را میکند به اختیار خودش بدون اکراه این مشرک است. خیلی که در سوره نحل آیه 106 بیان کرد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. اما بارك الله فيكم، این مدخلی های خوبسو آمدند، این عازری ها آمدند، عازری مدخلی اینا آمدند، مشرک را مسلمان گفتند. وقتی که مشرک را مسلمان گفتند اینها با همین سخنشون الله را بزرگ نشماریدند، بی آدابی در حق الله کرد و این کفر است. عظمت الله به وجود نآوردن یا بگوییم الله بزرگ نشماریدن این تحقیر است و این کفر است. بارک الله فیکم. پس ما باید خوب در این مسئله آگاهی داشته باشیم. دیگر همه فرقه های باطل رو نظر بکن. علماء سو که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بعد از دجال کسانی که من از اونها سخت میترسم اخاف علی امتی من ائمه المضلین، من به امتم از امام های گمراه کننده میترسم. امت علمای گمراه کننده کی است؟ همین علماهایی که در جانب طاغوت ها نشسته هستند، شب و روز مردم به کفر شرک دعوت میکنند، شب و روز خیانت به دین میکنند. آیا اینها به همین زیر آیت داخل میشن؟ بله 100% به این آیت داخل میشن. این علمایی که به خصوص در تاجیکستان هستند، اینها این خیانت کردگان به الله و رسول، قرآن و سنت و امت، اینها و ما قدر الله حق قدری و ما عظم الله حق عظمتی، الله بزرگ نشماریدن به حق عظمت الله نشناختن.
اگر اینها بزرگی الله میشناختند و الله بزرگ میشماریدند هرگز به دین الله سبحانه و تعالی این چنین خیانت نمیکردند. پس تأمل بکنید، مسئله بزرگ است، خیلی هم مسئله بزرگ است. پس الله سبحانه و تعالی خیلی بزرگ است. الله الواسع است، الواسع سبحانه و تعالی. پس زمین و آسمان ها در یک قبضه الله سبحانه و تعالی. آسمان ها با این همه بزرگیش، زمین ها با این همه بزرگیش در پخش دست الرحمن است، در پخش دست الله سبحانه و تعالی. الواسع یعنی الله از همه چیز وسیع، از همه چیز بزرگ است، از همه چیز بزرگ است. پس برادران عزیز، خواهران موحده، برادران موحد، تأمل کنید، اندیشه کنید، فکر کنید عظمت الله را در این زمین آسمان، در بالای این احادیث، در بالای این آیات ها فکر کنید، اندیشه کنید و برابتون الله رب العزت والجلال بگوید که آمنت بالله، آمنت بعظمت الله و قدرته و باسمائه و صفاته. آمنت بالله و کفرت بالطاغوت، و کفر ورزیدم به طاغوت. انا همین است که ایمان به الله رکن اولی رکن ششگانه ایمان به وجود میاد. آمنت بالله، با همین عقیده رکن اولی ایمان شما که این آمنت بالله هست به وجود آمد. ایمان شما به الله به وجود میاد. و این ایمان چه خیلی که گفتیم، بعضی و فکر میکنن که آمنت بالله گویان مسئله تمام است. این اثبات است، تو اثبات کردی الله را، اما این آمنت بالله تو قبول نمی شود مگرم در حالتی که کفر ورزی به طاغوت. و ما در مسئله کفر به طاغوت و براءت و موالات در حلقه آینده به شما میفهمونیم که آمنت بالله بدون کفر به طاغوت قبول نمی شود. این رکن اولی ارکان ششگانه ایمان، رکن اولی از رکنهای ششگانه ایمان بدون کفر به طاغوت به وجود نمی آید. آمنت بالله بگویی، اسما و صفات فهمی، اما بعد از این باز طاغوت پرست شوی، باز لشکر طاغوت باشی، باز به محکمه طاغوت روی، باز شرک بکنی، تو کفر به طاغوت نداری. آمنت بالله همان وقت قبول می شود که کفر به طاغوت داشته باشی. کفر به طاغوت، لا اله الا الله گفتی، همین الا الله رو حالا ما گذاشتیم که این آمنت بالله است. آمنت بالله رو گذاشتیم، لیکن پیش از این کفر به طاغوت است. بدون کفر به طاغوت آمنت بالله فایده نداره. تو غیر الله رو باید این کار بکنی که ان شاء الله سبحانه و تعالی حلقه آینده مختصرا به شما کفر به طاغوت و صفت کفر به طاغوت رو تعلیم میدیم که بفهمید و آموزید و به جا بیاورید که چگونه باید کفر ورزید به طاغوت. و بعد از این بارک الله فیکم، آمنت بالله شما به وجود بیاد، کفر به طاغوت باید به وجود بیاد، براءت به وجود بیاد، موالات به وجود بیاد و بعد از این آمنت بالله شما به وجود میاد. کسی که کفر به طاغوت ندارد مشکلی در کفر به طاغوت دارد. کفر به طاغوت یعنی براءت کردن از شرک، براءت کردن از مشرکین و براءت کردن از طاغوت ها، از طاغوت پرستان. و باید داند که چگونه همین چیز به وجود میاد. شرط و شروط دارد. همان کفر دارم به طاغوت گفتن کار حل نمیکرد. چگونه صفتش الله ذکر کرده است، علما ذکر کرده است. چخیل کفر ورزیم به طاغوت. من طاغوت میگویم بگویی شب روز خدمت او باشی، تو ولی کفر نورزیدی به طاغوت. به مانند مدخلی او. پس یا به مانند آذری و به مانند حزبی و به مانند دیگر از علمای سو. پس بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی با همین حلقه الحمدلله به پایان میرسونیم. حلقه آینده ما شرط قبول ایمان چیست؟ شرط قبول آمنت بالله بجا آوردن کفر بالطاغوت است، بجا آوردن براءت است، بجا آوردن موالات است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.